تو اونجا چیزی نمیبینم. این آبی آی یا فوی وزو اون اونجا نبود وقتی من رفتم سمتشون. بچه میمونه. سلام رفقا، خیلی مخلصم. واقعا من علیکم و خیلی خوش اومدید به لیتس پلی از بازی انومالوم. بازی که جدیدن تو یوتیوب کلی ترند شده. از اون سری بازی‌ها که باید چیزای غیر طبیعی رو تشخیص بدیم و اگر نتونیم توی لوپ لعنتی گیر میکنیم و خیلی‌ها گفته بودن که این بازی همه چیش فرق میکنه. برو بریم سراغش. لیتس گو. خب رفقایون، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا بازی به طرز خیلی عجیب غریبی شروع شد. هیچ منویی نداشت. همونو که رو آیکون کلیک کردم پریدیم تو محیط بازی. قضیه بازی انومالو که دیگه همتون میدونید. توی بچه‌ها مسیر یه سری چیزای غیر طبیعی نسبت به پارت اولی که داریم تو این لوپ میچرخیم هست که اگر بتونیم تشخیصشون بدیم باید بریم مرحله بعدی و اگر نتونیم تشخیص بدیم باید برگردیم تو این آینه که شک کرده باشیم به این. ولی تو این بازی میگفتن انگار بچه‌ها لوپا تو همدیگه درگیره و انگار قراره عوض بشه. بریم ببینیم قضیه از چه قراره. خب خوراکمون دیگه شده بود این داستانه انوالی با اون بیمارستان 666 با هاشم. آقا اینجا 3 تا پریز، یه دونش کج. اینجا یه بچه فامیل چه این شکلی بچه به آشگولی. خب آقا اینم از این. یه چند تا از اینا اینجا، 6 تا 4 تا اینجا، یه پریز اینجا. چقدر گرافیک بازی باحاله. اینجا رو به این وره. اوکی، یه دونه دستبیل اینجا وصل کردن و برو بریم تو دل بازی. خب آقا حالا دیگه باید تشخیص بدیم چیزا که اونطوری بود. اوکی. اون طبقه پایینم همون پایینی رو یه دونه حساب کردی گوزو. یعنی یه چیزی تو اون اولیه مشکل داشت. من آقا 2 تا لامپ این بچه مطمئن نیستم ولی حس میکنم اینجا اینطوری نبود. مطمئن نیستم ولی حس میکنم اینجا اینطوری نبود که باز باشه. حس میکنم سقف بسته بود. نمیدونم، امیدوارم درست گفته باشم. واقعا نمیدونم که دارم این کامیکس پولو پلیر شده باشه. خب آقا لزبو این چیزا این وریه ایتی این دوه این دوتا اوکی هن. این صدای چیه؟ من فکر کنم اصلا به زمان و اینا هم بستگی داره بازی. خوراکمون دیگه شده بود این داستانه انوالی. آره شانسی ردش کردم. جدی میفرمایید؟ دمت گرم حاجری. اصلا من به اینا دقت نکردم. یه عنکبوت اونجاست. 6 4 تا 20. اوکی چطور سر بود دستی میکنم. اینجا فیکسه. آقا من دستی پیشو چجوری رد کردم؟ مثلا رندوم اومدمشا. که بال اینجا میای صدا کامل قطع میشه. آقا حس میکنم چیز عجیب غریبی ندیدم. نمیدونم ولی بعید بدونم قرار باشه به این سادگی باشه. قرار دهنمون سرویس کنه. حس میکنم کاملا شانسی داریم کارو در میاریم. خب آقا تا اینجا که چیزی تو ذهنم نیست. رد پاها درسته. تو این چیزی نمیبینم. اون دستبیل اینجا، این 2 تا کج، یه دونه چپکی. چرا اسم میکنم دستگیره در جاش درست نیست؟ نمیدونم، شاید دارم اشتباه میکنم واقعا. اینجا فیکسه. حس میکنم اینم تا پایین. وای دارم دوباره این بازی ها شروع شد. لعنت بهت. وای آجی دارم دیوونه میشم. آقا خطوطا درست نیستن. درست میگم؟ من واقعا به این خطوطا دقت نکردم ولی اگر اینو درست گفته باشی علی واقعا دمت گرم. آقا اینجا انومالیه. پس میکنم نمیدونم. وای گند زدم. ولی وای چه
میکنم تو این بازی؟ چند تا چه کار دارم میکنم تو این بازی حاجی؟ کاش خودم بفهمم. آقا سوسکلی تپانچه داداش اروجلی کلوچرم نمیبینم. آشان این سوسکی چیه؟ چی گوزیو؟ سوسکه ولی اون بغل اون عنکبوته دانه شتکش میکنه. آقا واقعا تا اینجاش شانسی اومدم. هرچی که حد زدم اشتباه بوده بابا. آخه خطوط به هم ریخته است واقعا. اون بالا اونجا اوکی. این فیکسه. علی تو رو خدا نمیدونم چند تا باید بریم ولی یه حسی بهم میگه آقا فیکساتوره. میز خیلی آبجکت داخل هستش. البته میتونیم هم جون مادرت درست باش حاجی. من که دارم خرشانسی میارم جون وای من یه چیزی رو گند زدم نمیدونم. یه چیزی رو گند زدم آقا نمیدونم چی رو گند زدم. جای در اینجا سوسکلی 6-4 تا بچه هاشم گولی. این سوسکه داره از اینجا میره بالا. آقا من شاید باورتون نشه الان که بازم اومدم نفهمیدم چی رو اشتباه گفتم. نکنه رد پا اشتباه بود. یا اینا رو هم باید دقت کنیم. 2 تا پایین یه دونه راست اون بالا. وای حاجی دارم گوزکیچه بنفش میگیرم جدی. این درست اومدم؟ آره خب 2 تا پایین یه دونه وسط. 2 تا پایین یه دونه وسط. لامپا اینجا ایتی سوسکلی کروجه. تو حالا چیز انومالی عجیب غریبی ندیدم که تو چشم بزنه. میدونی چی میگم؟ چیزی که مثلا خیلی عجیب غریب باشه. رد پا اوکی. اینجا فیکس. نمیدونم واقعا پسر. واقعا نمیدونم. اینجا قرمز یعنی 2 تا پشت سر هم درست بوده. یعنی عجیبه. آسون تر شد. اوکی اینجا ببینن سوسکه از اون پایین هر سری را میافتد. اوکی اون 2 تا با اون یه دونه وای از اون واقعا تو این بازی ها من حاجی. سوسکه میره سر جا. 6-4 تا 24 تا. تو اونجا چیزی نمیبینم. این آبی واقعا ترسیدم بچه چون اصلا انتظار همچین چیزی ندارم. واقعا ترسیدم یه لحظه باجی دهنت صاف. وای شت تو کله کچلت بیاد. اصلا انتظار نداشتم همچین اتفاقی بیفته. سوسک اینجا جای پا. اینجا پنجره اوکیه. اون بالاست. اونم بالاست. 2 تا اینجا یه وسط. وای هاشی کار رو بگیر. هاشم گلی گوزه داده قبضه گرفته. وی تازه فکر کنم شروع شد حاجی داستاناش. آقا بریم واسه 4. چقدر محیط گلاخ شد. اسم میکنم تازه بازی را افتاد آقا. شت خیلی گلاخ بود. طرح اینجا عوض نشد بچه ها. اینجا این شکلی نبود. قبول دارین؟ نمیدونم چقدر خفن بود محل قبلیه. حس میکنم بچه ها طرح اینجا عوض شد. یعنی این خودش انومالی نشد. آره دیگه این ببین آبیه ولی تو آینه داره زرد نشون میده. درست میگم یا نه؟ نمیدونم این خودش انومالی هست یا نه. این لعنتی بوده که میگفتن بازی متفاوته. چی بود؟ عوض شد جای بازی کلن. یا علی چه ایده بالی. چیکار داری میکنی؟
نگو که حالا اینا رو باید صدای یه بچه وزو اون اونجا نبود وقتی من رفتم سمتشون بچه میمونه. ای بابا داره گنده میشه. سالای رشدشو داره سپری میکنه. یه چیزی هم اونجاست که خیلی ازش میترسم. برو بریم. یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، یا قرآن مجید. بچه آروم زدی گوزو. چه محیط عجیب غریبه. حافظیه باشه. سلام علیکم قربان. این چرا اوه آقا این خودش دوباره ای آقا پس این بوده که میگفتن متفاوته. بچه اومدیم دوباره توی محیط دیگه از صفر شروع شد. اوکی این مسیرها این چه باحال دارم حال میکنم. چه خفنه بازیش. 2 تا لامپ اینجا، یه دونه ماشین، یه دستی که رو پاشه یا نه. خب اوکی یه دختری که معمولی و آروم داره نگاه میکنه. چرا قوه یا حسین من اینو باید تشخیص بدم. سلام قربان. ما کجا هستیم؟ ما کجاییم؟ اینجا یه دونه از ایناست، یه پریز بغلشه، یه پریز هم اون وره، یه دونه نور این وسط. چقدر سخت شد، چقدر سخت شد. یه دونه اونجا، اینجا هم یه آشپزخونه معمولیه با 2 تا پریز. خب نمیدونم دارم دیوونه میشم اصلا. نمیدونم دارم چی کار میکنم. نمیدونم الان. آها شروع شد. خب اوکی شروع شد. حله اگه انیمال دیدین برمیگردیم. 2 تا لامپ. این آقا سر جاشه. این دهاشمون که فیکساتوره. رد پاها درستن. حس میکنم اینجا یه چیز دیگه هم دیدیم. نمیدونم خیلی اوبجکت ها زیاد شدن بچه ها. نمیدونم واقعا. حس میکنم اینجا 3 تا آبجکت بود بچه ها، 2 تا نبود. یه ترای میدم تا خیلی چیز شروع نشده بچه ها. این چیه؟ اینم نبود. یه ترای میدم. حس میکنم یه انومالی بود. نمیدونم گندت بزنن علی، گندت بزنن. نه همون درست بوده. خب اوکی همین بوده. اینجا یه لامپ روشنه یادت باشه علی، یا شاید الان انومالیه نمیدونم. یا شده دیوونم میکنه بازی. اونجا یه پریز، یه فلان، یه هرچی هست بچه ها. این دوباره راجع به اون تروماهای بچگی و هرچی هست رفت به بچگی داره. این انومالی 100% دیگه. آره خب این داداشمون اوکیه. 2 تا لامپو داریم. اینو داریم. 2 تا تابلوها فیکساتورن. خب این دستش رو پاشه. خانوم اوکی. اینجا اوکی. وای چقدر از این خوشم میاد آجی. چقدر از این خوشم میاد پسر. کل فضا اینطوری یعنی خوشم میاد که میترسیم ولی خوشم هم میاد. خب کارو بگی خوب شد به لامپا دقت کردیم. باری کلا جلی، باری کلا. این لامپه اینجا نبود بچه. یکم هم فضا کثیف شده میبینی. اوکی این لامپه بود اینجا. یعنی خود خری شد علی منگل. من چرا این لامپه رو دقت نکرده بودم بهش. خب 3 اولیه رو تو چند رفتیم محله، بعد تو 6. وات بوجی بچه چشه دیگه نیمد ولی سر تا سر خونه چش شد. ایلومینات. عجب چیز گولاخی بودین. شیت برگرد. خب اومدیم 4. اوکی ولی حسم به اینم عجیب غریبه و حتی به همین چیزه، به همین یارو. بگو
مجسمه هم خیلی حس بدی دارم، اسم میکنم اونا هم حتما عوض میشن. علی صورتش پر خون شد اینجا بچه، ولی اسم میکنم هرچی هست رفت به نوجوانی یا بچگی، نمیدونم هرچی هست یه چیزایی به ترمایه اینجوری رفت داره حتما. 5 اون یکی تو 5 بود رفتیم، نمیدونم، آره فکر کنم اون یکی تو 5 بود رفتیم. 6 تا این از این. وای آخری رو نتونم تشخیص بدم، گن میخوره تو همه چی. ببین علی دقت کن قشنگ سر حوصله قفلی بازی. اینجا پریزا سر جاشونه، چشه هم اونجا، یه دونه از اینا اینجا بود، این داداشمون اینجاست. این تابلو کاملا معمولیه. یه چیزایی که بچه ها این بازی انومالیا دارن سیستم رو منفجر میکنن، چون یه بازی هایی که زیاد اپتیمایز اصلا گرافیک داره میزنه. اوی خب علی یه پریز این ور یه پریز اون ور، واقعا استم اینه که درست آجی، هیچ چیز غیر طبیعی من نمیبینم اینجا. اوکی واقعا برم نگردون، خواهش میکنم برم نگردون. وای شت. این دیگه 6 تایی نبود 5 تایی نبود، چجوری شد؟ رندومه یا چجوریه؟ این اوکی، لامپا اوکی، این سر جا. وای لعنت بهت باشی، واقعا چیزایی که انومالی خیلی آسون تر از چیزاییه که نیست، خیلی سریع پیدا میشه. اسم میکنم تلویزیون وسط بود، یعنی در این حد الان مخم داره میگوزه که اسم میکنم تلویزیون وسط. حتی نه منطقشو بخوای حساب کنی الان وسطه. ولی این همه لامپ بودن بالا دقت نکردم اصلا. این داداشمون این یارو چشم اومد رد شد. اینجا آشپزخونه 2 تا چیز داره، گازو اصلا ندیده بودم شاید باورتون نشه. اینجا این 2 تا. وای دارم دیوونه میشم، نمیدونم بچه ها، نمیدونم. وای شت برو بریم، مخم بیشتر از این نمیکشه الان که گوزگیجه بنامش بگیرم. جونه مادرت درست باش. ها یه چیزی عجب باحاله ولی سبک بازیشو خیلی دوست دارم. آقا نرفتیم 7 تو 6 گیر افتادیم. ها چه تابلوهایی دار که عجیب غریبی. اینجا رو شبیه آدمه، اینجا رو دستن ولی انگار همه دارن توی گودالی از بین میرن. چه دیوونه خونه ایه. بابا 66 که میدونید عدد مورد علاقه منه. خب این الان انومالیه دیگه. مویتو دیوونه. آقا این هر چی هست ربط به بچگی داره، یا ما یه بچه رو کشتیم و چقدر آهنگ لاتی شد. نذاشت برم داخل، اومدم برم داخل شوت شدم پایین. چه بول دوست دارم بازیشو، خیلی خفن بود. بعد مدت های انومالیا دیگه واقعا تکراری شده بودم، به خاطر این نمیرفتم، ولی خیلی از این تو یوتیوب تعریف میکردن. ها فکر کنم اینا رو هم باید حفظ کنم، نه نمیدونم. یه خرابی روی دیوار، یه مجسمه، یه سری عکس بچه دوباره و چه گرافیک بازیشو دوست دارم. حاجی داستان هرچی هست یه چیزی راجع به مردن بچه است خلاصه. این 100%، اوکی 100 تو مردن بچه خلاصه میشه. ها یه چیزی که به سکوت هم خیلی ربط داره حاجی. نمیدونم کسی مرده ما سکوت کردیم یا چی، حالا میفهمیم احتمالا تا آخر بازی.
آقا یه بابایی میبینم یا یه آدمی میبینم، بهتره بگم، جرئت نمیکنم اینجا برم راستشو بخوام. یه آدمی میبینم که داره داره فریاد میزنه، فرار میکنه. اسم میکنم یکی رو کشتیم. آجی یاد فیلم گرین لاین افتادم. ها اونجام یه دره برام. با درها نمیتونم کار داشته باشن. یه چیزی اون ته میبینم که یه کوچو دره فکرم چشمه. اوکی سلام. اوه شروع شد. چه باحال. علی کیه اینجا رو من باید حفظ کنم؟ چقدر محیط خاص و عجیب غریبه پسر، خیلی باحاله. نمیذاره اصلا برم. آها اوکی این محیط طبیعی بود. حله. میگه اگه طبیعی بود اینطوری، آنومالی بود فکر کنم اونطوری اگه اشتباه نکنم. اوکی نمیتونم اینو حفظ کنم. چیه اینو آره اینا روشن شد دیگه. اینا روشن شد. اینا خاموش بودمه. ای وای ای ننه. یو علی وای اون دیگه دنبال اون میاد تو این مسیر. باید اینجوری تشخیص بدم. یو علی بابا این چه زهر ماری انومالی. درست رفتم. حس میکنم این نرماله. چطوری گوزو بابا برو گوزو. اون پایینا روشن شد حالا فکر میکنم. این سری این بری میرم. وای درست. واه چقدر خوشگل شد محیط. بابا دوستت دارم. با شانسی قبلی اومدم و بچه وای ترکوندم اسم میکنم. علی دمت گرم خدا وکیلی. اون یه تیکه که شک کردم گفتم امکان نداره بازی آخه اینا دیگه روالاش یه الگوریتم بازی باشه. گفتم امکان نداره همجوری پشت سرم همش غیر طبیعی باشه. خب وای بابا لعنت بید. من تو دیوونه خونم یا تو زندانم؟ من یه بچه‌ای داشتم که این عروسکش بوده. چقدر خوشگل بوده. و تو دیوونه خونم این المانایی که تو اونجا داشتیم میدیدیم. پریزم احتمالاً باید اینجا باشه. این المانایی که داشتیم. فکر کنم بچه ها این کابوسمون بود یا روحی. اصلا گاد بود بازی. باری کلا به این ایده. خیلی خوب بود که اینو درگیر کرده بود با چیزای خیلی خفن بود. باری کلا آقا مثلا یه حالت دیوونه خونه یا زندان یا اصلا زندان روح خودمون بود که اون بچه مرده و ما اینطوری تو اون آبجکت هایی که 24 داریم بهش فکر میکنیم گرفتار شدیم. دمت گرم. خب رفقایان امیدوارم که لذت برده باشید. خودم جدی خیلی باش فاز گرفتم. ایدهش خیلی جالب و جدید بود. دمتون گرم. مثل همیشه امید و محبتتون لایک ها و کامنتشو بهتر کنید تا ویدیو بعد. همتون رو خدا گذاشت دوست دارم.